که مغز انسان شروع میکنه به محاسبات کردن تمام اتفاقاتی که در روز داره میفته و اینکه باعث میشه که انسان بتونه کاری معمولش برسه، این یکی از مهمترین اتفاقاتی که داره در یک قسمت از بدن ما میفته و مهمترین کار رو انجام بده که این پردازش واقعیت است و بدون مغز 95% از کاری که انجام میدیم غیر قابل انجام هستش و خیلی مهم هست در این دنیایی که زندگی میکنیم به سلامتی مغزمون اهمیت زیادی بدیم تا ازش مراقبت بکنیم و بتوانیم تصمیم‌های بهتری رو بگیریم تا بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و سالم‌تر باشیم. و اینکه الان در دنیای زندگی میکنیم که علم به جایی رسیده که با انجام دادن یک سری کارهای مهم از نگهداری خوب از سلامت فیزیکی و داشتن یک دایت خوب، یک نوع تغذیه برنامه غذایی درست و حسابی که تماما در محور بهتر کردن نوعی که مغز کار میکنه و تأثیری که رو مغز میذاره، نوع ماهی یکی از بهترین سورس هایی هستش که به خاطر اومگا 3 که هستش و ویتامین دیگه که هست، مغز شروع کنه بهتر کار کردن و بعضی وقتا انسان ها متوجه نمیشن که مغز به ویتامین ها و تمام اون مینرال هایی که وجود داره توی طبیعت از جاهای مختلفی میگیریم و توی سبزیجات ها، توی غذاهامون هستش و اون مواد غذایی که ما میگیریم و تمام ویتامین هایی که داره باعث میشه که ذهن بهتر، سالمتر بمونه و بتونه بیشتر کاری انجام بده. ولی اگر روی دایت خوب نباشید و برنامه غذایی خوبی ندارید و ورزش کم میکنید، مغز میتونه به آرومی شروع بکنه کمتر کار کردن و تنبل میشه و این واقعیته و مغز تنبل وجود داره، ولی از اون هم مغز تنبل رو میشه با یه سری از برنامه‌ریزی های کوتاه مدت آروم آروم تمرین دادش. هر چقدر جوان‌تر باشه مغز راحت‌تر میتونه برگرده به اون حالت ریست که از حالت تنبلی در بیاد و شروع به کار کردن بکنه و انرژی درست رو بگیره. از نوع اینکه غذای درست بخورید، ویتامین خوب باشه و اینکه مهمترین چیزی که هست دیهایدریت نباشه، چون مغز خیلی تو تابستون راحت میتونه خشک بشه، دیهایدریت بشه و این یکی از مشکلات اساسی هستش که توی سلامت روانی یک فرد میتونه تاثیر داشته باشه در روز. ولی در کنارش اگر ویتامیناش کم شده باشه، باز شما بهش این ویتامین رو برسونید با تغذیه سالم، بخاطر اینکه میدونین توی تابستون خب بیشتر عمل میکنه و اینکه بیشتر این محتوای مهم رو از بدنش از دست میده و ممکنه ضعیفتر بشین. برای همین مهمه که بتونید از ارگانهای بدنتون خوب محافظت بکنید که سالم بمونن و اینکه مغز یکی از مهمترینشونه به نظر من، چون مغز هر چقدر سالمتر باشه بر تصمیم گیری کلی تصمیم بهتری میتونید بگیرید و تمرکزتون برمیگرده، تمرکز بالاتر و تو دام این سوشال مدیا نمیفتن که 24 ساعته یا کانتنت فقط، یعنی کانسومر بشین، حالتی باشین که فقط دارید یه چیزی رو انجام میدید، یعنی چیزی از برای خودتون انجام نمیدید، فقط دارید یه حالت مصرفگرایی زندگی میکنین و اینکه این میتونه بد باشه برای این مغز. ولی مغز سالمتر بهتر میتونه تصمیم بگیره طول مدت و برای همین در هر زمانی شما میتونید روی سلامت روان کار بکنید و مغز قوی تری داشته باشین. و اگه مغز رو از حالتی که ریسرچش رو انجام بدن بیاریم بیرون و به عنوان یک عضو بدن انسان نگاه بکنیم، به عنوان یک ارگان که نگاه بکنیم، کلا وزنش خیلی کمه، 1.5 کیلو شاید بیشتر نباشه. این یکی از سبک‌ترین فکر کنم ارگانهای کل بدن باشه از لحاظ وزن ریشیوش به کل بدن. برای همین ولی مهمترین اتفاق تو مغز میفته و اینکه یه سری آدم‌ها مشکلاتی دارن، میتونین ببینید مشکلات مغزی که اتفاق میفته زندگی رو سخت‌تر میکنه، نوع حرف زدن،
نوع راه رفتن و بعضی وقتا مهمترینش افسردگی خیلی شدید، خیلیشون به خاطر کمبود ویتامین هاست. یعنی شما یک نفر داره 10 سال 20 سال پیش یک روانشناس میره و اینکه توی یک شرایطی هستش که نمیتونه خودش رو روزی کنه، افسردگی شدید داره یا ناراحته یا ترس، اضطراب، انگزایتی، تمام اینا رو داره و اینکه نمیدونه چرا خوب نمیتونه شبا بخوره. ولی بعد از اینکه صحبت میکنه با یک نفری که هم از مغز متوجه میشه چجوری کار میکنه، از لحاظ یک عضو بدن و چه چیزهایی نیاز داره که سالم باشه، با یک دوره یه هفته 2 هفته از ویتامین های مختلف و درست غذا خوردن و مکملایی که باعث میشه خوب کار بکنه، یهویی میبینید که تمام اون افسردگی ها و تمام اون حسای بد و ناراحتی، خستگی ها، تمام اینا با خاطر کمبود یه سری ویتامینه که خیلی مهمه. میتونه از به نظر من مهمترینشون که آدم یادش میره میتونه ویتامین B12 باشه. یعنی شما اگه B12 تون کم بشه یه مقدار از لحاظ فوکس میبینید بیرون، تمرکز نمیتونید بکنید و چیزهای دیگه هم هستش. کلسیم که از مهمترینش هستش به نظر من. ولی آدم مولتی ویتامین بخوره میتونه کمکش بکنه. بعضی وقتا شما اصلا نمیشه این همه ویتامین رو باید کلی غذا خورد، بعضی وقتا نمیشه، ولی یه مولتی ویتامین خوب همیشه میتونه کمک میکنه که اون بعضی وقتا کم بوده بدنتون. یعنی شما غذایی که میخورید اون همه ویتامین مختلف که نیاز داره بدن رو نمیگیرید و تمام اون مواد املاحیه‌ای که مهمه، املاحیه برای مغز، تمام اون نمک‌های مخصوص که بتونه الکترولایز میکنه، تمام این عصب‌ها رو به هم دیگه وصل میکنه، تمام این نیورون‌ها نیاز دارن که اون الکتریسیتی که رد میشه بتونه با سدیم یا چیزهای دیگه. مهمترین از من یک دیگه که مهمترین سکند فیوریت من منزیم هستش. منیزیم کسی که مشکل خواب دارن اگه قرص منیزیم میخورن یا توی ویتامین مولتی ویتامینشون منیزیم کافی باشه، بعد از 1-2 بار استفاده در 2 روز در 48 ساعت میتونن خواب بهتری داشته باشن. و خیلی‌ها که خوب نمیتونن بخوابن به خاطر کمبود منیزیم در بدنشون هستش. و یکی از راه‌های سریع اینه که آدم موز بخوره. موز یکی از میوه‌های خوبی که توش کلی منیزیم خوب هست، یا اینکه قرصش رو آدم بخوره. برای همین خیلی از مشکلات ذهنی با یک دایت خوب میتونه یعنی عوض بشه. خیلی از آدمایی بودن که من میشناختم افسردگی داشتن، افسردگی خیلی شدید و اینکه در سطح بالا و اصلا مایل به ادامه زندگی نیستن. اینجور افراد اصلا نمیتونن نور رو تحمل بکنن و من با این طرف چند وقت زیر نظر داشتم و اینکه با یکی از کسی دیگه کمک بودن، جزء تیم کسی بودن که یعنی کمک می‌کردن. همیشه فکر کردم مشکل ذهنیه و من این ایده رو دادم، گفتم شاید بعضی وقتا مغز با اون یک ارگان نیاز داره که تصفیه بشه یا کمبوداشو بگیره و تمرکز کردن که دایت‌های بهتری داشته باشه. تو هر حالتی که هستش باید قرص ویتامین‌های مختلف رو بخوره، با غذایی که می‌خوره مهمه. 2 تا قرص که بیشتر مکمل و ویتامین هستن. بعد از یه دوره 1 هفته 2 هفته تغییر بزرگی توی پیشنت دیده میشه و اینکه این یکی از جالب‌ترین چیزایی بود که تجربه کردم. و واقعا خیلی هم بودن که یعنی طرف به مدت 5 سال و نیم 10 سال سبزیجات فقط می‌خوردن، خامگیاه‌خوار بودن و اینکه و حالشون واقعا خوب نبود. یعنی ناراحتی داشتن، همیشه غم داشتن، خوشحال نبودن، زندگیشون نمی‌دونستن لذت ببرن و همیشه احساس کمبود داشتن. بهشون پیشنهاد شد دوباره پروتئین رو شروع بکنن و آروم خوردن و شروع کردن یه مقدار گوشت خوردن و یه کمی دایتشون رو تغییر دادن. نوعش رو کمی بینش یه بالانس بیشتری بودش، بیشتر که خامگیاه‌خوار باشن یا مثلا غذای فقط سبزیجات بخورن، ویژیتریان باشن. برای همین بعد از 1-2 هفته تمام اون علائم بیماریایی که مثلا میتونیم بگیم در یه حدی افسردگی هست یا چیز دیگه به خاطر کمبود یه سری ویتامین ها هستش و خب مطمئناً میتونه تراماهایی که تو گذشتن باشه تاثیرگذار باشه، ولی با یک تغذیه درست مغز میتونه بهترین حالت خودش کار بکنه. تو هر شرایطی میتونه دوباره خودش رو بسازه و قوی تر بکنه. ولی متاسفانه میتونم بگم بالای 80% آدم‌ها روی کره زمین بیشتر از وقتشون کمبود ویتامین و کمبود یه سری مینرال‌های مخصوص در بدن دارن به خاطر نوع تغذیه هستش و اینکه بعضی وقتا آب زیاد نمیخورن. یعنی دیهایدرت بودن خیلی مهمه.
و همین وقتی که تو تابستون جاهای گرم آمار کرایمشون بالاتر میره، آمار مثلا قتل عامایی که میشه، بالاخره آدم ها تو خیابون دعوایی که میکنن تو تابستون آمارش بالاتر میره، بخاطر که آدم ها بیشتر شانس داره عصبانیت دارن، بدنشون کمبود آب داره و ویتامین کافی به مغزشون نرسیده و اون گرما داره یه جوری اذیتشون کنه و بدنشون میکنه اگریسیو تر میشه، عصبانی میشه و واسه همین بیشتر از اتفاقات رو میبینیم. ولی اگه آدم بتونه منیج بکنه که میشه ویتامین‌های خوب به بدنش برسونه، راحت میتونه مغز سالم‌تری داشته باشه و به نظر من مهمترین دلیل زندگی کردن اینه که آدم مغزش تا موقعی که زنده است سالم باشه و بتونه خوب کار بکنه. و دومیش این که بتونی زندگی خوب و سالمی آدم داشته باشه. مهمترینش مغز یه خوبی که داره اون حالت ترمیم پذیری بالایی داره در طول مدت. شاید ارگان‌های دیگه اینطوری نباشه، ولی مغز اگه بهش رسیدگی بشه میتونه خودش رو سریع ترمیم بکنه و فقط باید یه سری کارا رو باید هدایت بشه، یعنی باید برنامه‌ریزی بکنه مغز برای مغز و دیسیپلین بالایی داشته باشیم که این یکی از مهمترین چیزاست. و اینکه واقعا مغز اگه صبح تا شب فقط داره توی سوشال مدیا داره کانتنت های مختلف نگاه میکنه و فقط دوپامین داره ترشح میکنه، مغز نمیتونه سالمی خودش برگرده، ولی میشه دوباره کرد. ولی باید یه سری کارا رو انجام بدید که یکیش به نظر من تغذیه است و ورزش.